چطوری یک فیلتر شکن فوق‌العاده روی اندروید داشته باشیم که رایگان باشه، بدون محدودیت هم باشه و بتونه ما رو به اینترنت آزاد وصل کنه. برای اینکه جواب این سوال رو داشته باشیم بریم پلی استور رو باز کنیم و در نوار سرچمون فانوس وی پی ان رو سرچ میکنیم. یک وی پی انی که با حجم 13 کیلوبایت و 5000 دانلود، یک وی پی ان جدید که امتیاز 4.5 هم که گرفته، واقعا برازندش هست. بعد از اینکه اون رو نصب کردیم، در دانلود کردن روی گزینه اوپن میزنیم، فانوس وی پی ان برای ما اجرا میشه. یک وی پی ان فوق العاده ساده که از قسمت تنظیمات میتونید زبان اون رو تغییر بدین. از قسمت هوم کافیه کاربرهای فعالش رو ببینید، تعداد کاربرهای روزانه رو به شما نشون میده و با زدن دکمه اتصال خیلی سریع به اینترنت آزاد متصل میشین. ولی قبل از اون حتما باید یه تبلیغی ببینین که اجازه اتصال رو به شما بده. بعد از اتصال میریم سراغ سایت های فیلتر شده و سایت های فیلتر شده رو با باز کردن فیسبوک شروع میکنیم و ببینیم که آیا در باز کردن سایت ها با چه سرعتی میتونه اونها رو باز کنه. خیلی سریع سایت فیسبوک رو برای ما باز کرد و گویای سرعت بالای اونه. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین. لطفا سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید.